تو شبیه یه پدر هر روز برا بچه ها دعا کردی، همه دخترها رو به چشم دختر خودت نگاه کردی. حیف که مردم از خوبی های تو کم شنیدن، حسرت خیلی از تو رو از نزدیک ندیدم. بعد از تو دخترای ایران دختر شهیدن. آقا خدا حافظ، آقا خدا حافظ.